عزیزم امیر مهدی دیانت، قاری خیلی خوب و البته با بیماری اوتیسم هم دست و پنجه در میکنه، ولی خیلی درجه یک. خوش اومدی، سلامت باشی. ارادتمندم منم. امیر مهدی جان، آماده ای برامون بخونی، تلاوت کنی؟ بله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستدارانم. قاری قرآن هستم. ماشاءالله. اگه خدا قسمت کنه یه سوره میخونم براتون، سوره مبارکه قاف رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ندخلوها بسلام. یا سلام. سلام خدا به تو عزیزم. الله. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله بارك الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا. الله بارك الله. فنقبوا في البلاد هل من مهيس. الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی عالی. سلامت باشید. درجه یک. احسنت امیر مهدی، احسنت. سلامت باشید. خدا رو شاکرم که در چنین روزی اومدم اینجا و در کنار شما اساتید قاریان قرآن. جانم. خوش آمدی. سلامت باشین. بیام شما رو از نزدیک ببینم و ارادتمندی شما رو بکنم. مرحبا به ادبت. سلامت باشین. حافظم هستی؟ بله. ماشاءالله. بپرسی؟ بله. حافظم هست؟ بله حافظم. ای جان. چقدر؟ 30 جز فکر کنم. 30 جز یعنی حافظ کلی؟ آره. آقای بوذری یه چیزی بگم. جونم. من یاد کردم از پدر بزرگ مرحومم و مادر بزرگ مرحومم خدا رحمتش
که خداوند روحشون نشاط کنه انشالله. آمین. به من یاد دادن که تو میتونی قرآن یاد بگیری. من مطمئنم پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزتم دارن ما رو نگاه میکنن و برای تو و برای همه ما دعا میکنن. آقایون بسم الله. من بپرسم؟ سخت نپرسی ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. امیر مهدی ای جانم. جانم به قربانت. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. چشمت بیبر. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله. احسن. سلامت باشی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. له فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. عالی بود ما شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. احسن. چه بسا آدمایی که همه امکاناتی دارن، هوش کافی دارن، ولی یک لحظه حتی به کتاب خدا مراجعه نمی‌کنن. و این حجت برای اوناست. بله واقعا حجت. امیر مهدی جانم. اینجا خیلی قشنگ خوندی. سلامت ما باشی. که لذت بودیم هم از خوندنت هم این جواب سوالای حفظ. از تو خودت یاد خیلی گرفتی. سپاسگزارم. فدات بشم من، قربونت بشم من. خودت یاد گرفتی یا استاد داشتی؟ استادمون رو دعوت میکنم. استاد مهدی کرامتی زاده تشریف بیارن. بله جناب آقای صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و ارادتمند. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت اساتید محترم و حضار محترم مجری بزرگوار. انشالله که خداوند به شما سلامت وجود عنایت کنه. در خدمت شما هستم. سلامت باشید بزرگواری. تلاوت بشنویم از جناب کرامتی عزیز. بسم الله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا یا رحمان رحیم. یا رحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. يا عيني. الله 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 یا رحمان یا رحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل
یا رحمان یا رحیم. الله الله بارک الله الله الله. جزاک الله یا شیخ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. الله 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 جزاك الله يا شيخ. يا الله يا الله يا الله. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله يزيدك الله يزيدك يا سلام. الله الله الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای سلامتی خانواده‌ش هم یه صلوات بفرستین. احسن آقای کرامتی، خیلی عالی. میگم این امیر مهدی خیلی دوستت داره. اصلا عاشق همین. جناب استاد کرامتی، شما چه کار کردید که این آقا امیر مهدی شما را اینقدر دوست دارد؟ عرض کنم مخلصم. امیر مهدی بذاری زنم من حرف بزنم. ایشونو من دوست دارم از صمیم قلبم، واقعا دوستشون دارم. عزیزم. خدا خانواده‌شو حفظ کنه، خودشو حفظ کنه، صلوات دیگر قد بشه. الله سیستم امیر مهدی رو اتوپایلوته، یعنی خودش میره اصلا نمیزن. آرزم به خدمتتون که من اجازه گرفتم از خانواده این موضوع رو مطرح کنم. استاد ابوالقاسم، حتی شما هم در جریان نیستید. من یکی از فرزندانم CP خفیف بود، به دنیا اومد CP بود. CP یک عارضه است که معمولا هنگام تولد رخ میده و در افراد جورای مختلف خودشون نشون میده. گاهی به اوتیسم ختم میشه، گاهی به معلولیت‌های ذهنی و گاهی به معلولیت‌های حرکتی. فرزند من به معلولیت حرکتی کشید و تونستیم الحمدلله با یه 6-7 سال تلاش مداوم موضوع رو از آب در بیاریم. طوری که الان ببینید اون بچه رو تشخیص نمیدید CPه. راستش رو بخواید سختی زیاد کشیدیم تو این چند سال. من برای خودم یه عهدی با خدا قائل شدم، به خاطر اون چی که دیدم، که بتونم به پدر مادرها و بچه‌هایی که تو این فضا هستن از خدا خواستم کمک کنه. او باید تصمیم بگیره چطور چه رشته‌ای رو به کی وصل کنه، از کی به کی. دارالقرآن شهید سعدزاده اندیشه مسجد امام علی که پسدالی هم تشریف آوردید استاد، اونجا داشتم درس میدادم. مادر آقا امیر مهدی آوردتش، گفت آقا ایشون شرطش اینه. اونجا تو ذهنم خلاصه این جرقه زد که فلانی بالاخره اون چی که می‌خواستی آمد. یعنی امیر مهدی اولین مورد بود. بله اولین موردی که من کار کردم باش و خب خودم هم زیاد شناخت از موضوع اوتیسم نداشتم. بعد یکی دو جلسه که اومد دیدم نمیشه توی کلاس نمیشه کار کرد، با بچه‌ها موضوع خاص داره و رفتم خونه‌شون و خیلی جالبه اساتید، ایشون شاگرد هنوز 1 سال من نیست، یعنی 6-7 ماه دارم کار میکنم. عجب. اینقدر روشه. اگه دقت کرده باشید شما هر سوال حفظی میکردید تو همون نوت با همون دستگاه براتون پاسخ میداد. خیلی آره هر چی بگم اون من تصورم آقای کرامتی بود که مثلا در 12 محصول آره چندین ساله. نه عجیبه. حالا میگم خودم هم زیاد شناخت نداشتم، ولی وقتی متوجه شدم این فرزند اینقدر تو این قضیه قویه، یه مقدار جدی‌تر گرفتم با همه سختی‌هایی که کار تو شهرداری تهران. من پرسنل شهرداری هستم. بله آقای کرامتی، حالا من می‌خواستم بگم آره عزیزان ما در شهرداری تهرانن و اونجا زحمت میکشن. سلامت بشید. اول آقای کرامتی برامون یه ابتهال بخونن، چون آقای کرامتی هم
تو همه این زمینه ها الحمدلله دستی بر آتش دارن. و بعد امیر مهدی تو هم برامون بعدش بخون باشه؟ آماده ای؟ اول استاد بخونن. بسم الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي يا من يأمر كن فيكون وبيده السر المكنون فتعالى عن كل صفات حاشا أن تدركه عيون سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك آمين سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي ندخل بيتك تستقبلنا نفحات الطهر تقبلنا فإذا بالنور يقابلنا وإذا برحابك يقبلنا ونرى في الطاعة برهانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي يا من يعلم ما بضميري يا مالك أمري ومصيري ندعوك إذا ما دبرنا ألهمنا خير التدبير فالأمر بيدك وسبحانك سبحانك ربي عند آخر کم نذارید همه سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي احسنت ببخشید استاد اساتید ببخشید خدا حفظتون کنه مخلص شد ارادت سلام عرض میکنم خدمتتون خیلی خوش آمدید ارادت دارم قربون شما برم آقا مهدی و آقا امیر مهدی هر دوتون تبریک عرض میکنم به شما استاد بزرگوار که چنین شاگرد خوبی دارید و شاگرد خوب که چنین استاد بزرگواری داره تبریک میگم بزرگوارید. یه نکته در ارتباط با آیاتی که تلاوت کردید تقدیم کنم. آیات پایانی سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. خدای متعال در این آیات 12 تا ویژگی برای عباد الرحمن بیان کرده. برخی از ویژگی‌هاشو توضیح دادیم. یکی از ویژگی‌های عباد الرحمن بر اساس این آیات اینه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. لا یشهدون در این آیه بر اساس روایات و بر اساس تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن یعنی لا یحضرون. لا یشهدون الزور یعنی کسانی که عباد الرحمن کسانی هستند
که در مجالس باطل حاضر نمی شوند. لا یشهدون الزور، یعنی در جای بیهوده نمیرن، چون زور در اصل لغت به معنی انحرافه. مجالس زور یعنی مجالسی که انسان رو از یاد خدا دور میکنه، انسان رو به وادی انحراف میکشه. توی روایتی حضرت صادق علیه السلام مصداق این مجالس رو مجالس غنا شمردند. مجلس شراب، مجلس موسیقی حرام، مجلسی که دختر و پسر در او مختلطن، مجلس رقص، مجلس پایکوبی، اینا همه مصداق مجلس زوره. خدای متعال میفرماید عباد الرحمن کسانی هستند که لا یشهدون الزور، در این مجالس حاضر نمیشوند. نمیگن حالا یه شب طوری نیست، یه شب که 1000 شب نمیشه. چرا؟ گاهی یه شب گناه مسیر 1000 شب انسان رو تغییر میده. کی گفته یه شب 1000 شب نمیشه؟ 70 سال عبادت یک شب به باد میره. بله گاهی اینطوریه. در ادامه آیه میفرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما، اگرم گاهی به این مجالس برخورد کردند یه مرور کریمانه ای دارن، یعنی خودشون رو به این آلودگی ها آلوده نمی کنن، خودشون رو مبتلای به این گناه ها نمی کنن. همه مستحضرید شنیدید این قصه رو. یه روزی یا یک شبی میگن حضرت موسی بن جعفر از کنار خانه بشر بن حارس رد می شدن. بشر حافی کنیز بشر رو بر در خانه دیدن، پرسیدن که دیدن در این خانه صدای رقص و آواز و صدای موسیقی حرام است. از این کنیز پرسیدن که صاحب این خانه عبد کسیه یا آزاده؟ کنیز گفت معلومه آقا جان، صاحب این خانه آزاده. آقا موسی بن جعفر فرمودن حتما آزاده. اگه بنده بود، اگر عبد بود، این طور با مولای خودش مخالفت نمیکرد. حضرت رفتن. بشر حافی از کنیزش پرسید با کی صحبت میکردی؟ گفت با موسی بن جعفر. گفت آقا چی گفتن؟ آقا فرمودن که اگر صاحب این خانه بنده بود این طور مخالفت با مولای خودش نمیکرد، معلوم صاحب این خانه آزاده. این جمله انقدر رو بشر تأثیر گذاشت قلبش رو تسخیر کرد. پای برهنه دوید در کوچه ها، خودش رو به پای حضرت موسی بن جعفر انداخت، به دست آقا توبه کرد و به این نشانه که در هنگامی که توبه کرد پا برهنه بود، بشر تا آخر عمرش دیگه پا برهنه حرکت میکرد. اصلا معروف شد به بشر حافی، یعنی بشر پا برهنه. و اذا مروا باللغو مروا کراما، حضرت موسی بن جعفر اینطور کریمانه گذر کردن و اینطور اثر گذاشتن بر بشر حافی. انشالله هممون بتونیم این صفات عباد الرحمن رو در خودمون ایجاد کنیم. دم شما گرم. و عباد الرحمن و عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سرم خاک کف پای
حسین است جانم دلم مجنون و صحرای حسین است بهشت سرزانی خوبان عالم بهشت من تماشای حسین است به وقت مرگ چشمم را نبندید حسین جان که چشمانم به سیمای حسین است حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان احسنت الهی دورت بگردم سلامت الهی قربونت برم سلامت مشتی با صفا عشقی السلام علیکم جانم سلامت خدا حفظت کنه. این انگشتر از طرف برنامه محفل تقدیم به شما. قربان شما قربان شما سلامت جانم بفهم ای دست شما درد نکنه سر شما درد نکنه جان این مال شما آها این مال من بوده دست شما خیلی متشکرم شما رو حفظ کنه خیلی ممنون خیلی متشکرم خیلی بزرگواری چه حضور شیرین و پربرکت خیلی متشکرم کیف کردیم یا علی بیا کجا میری این با کیه بگو ببینم چی میگی بگو پدر مادم فدای شما برم من دوستتون دارم بیا الهی قربونت برم